خود را میان جامعه معیوب نشان داده از این حساب مبلغ به دست میآورند. از جانب کارمندان میلیسیا در ناحیه واسع ولایت ختلان 2 نفر زن برای چنین کردار مردم فریبانه بازداشت گردیدند. اینها خواهران گلسره و مدینه زیایی و ها استقامت کنندگان جماعت دهاتی بهار شهری وحدت بودند. نفران بازداشت گردیده در راه ماشینگردی دوشنبه کلوب و در نزد مسجدها در عربه معیوبی نشسته خود را معیوب وانمود کرده به